بچه امروز میخوام براتون آموزش بدم که چگونه کل درخت‌های داخل ماینکرافت حذف کنیم و حتی کوه‌ها و زمین صاف میشه. نیاز به صاف کردن زمین، کندن درخت‌ها هیچ چیزی نیست. بریم برای شروعش بریم پلی رو بزنیم و بریم برای ساخت. بریم اول یه ساخت زمین رو بزنیم. گزینه ساخت زمین رو بزنیم، یه زمین بسازیم که کوه و یه زمین صاف داشته باشه. میام اینجا این گزینه رو میزنیم، پایینش انتخاب میکنیم و این گزینه‌ای که پایین ستاره است و این بالایش انتخاب میکنیم، این گزینه‌ش رو. بعد میایم این پایینیه رو میزنیم و این بالاییه رو انتخاب میکنیم و بریم که بهتون نشون بدم که واقعا زمین صافه و هیچ درختی وجود نداره و هیچ کوهی هم وجود نداره. حال میبره ساختن قصر و خونه و همچین. تا این بیاره بالا، حتما ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنین. داخل کامنت ها بگین که بازی بعدی چه بازی رو انجام بدین. لایک فراموش نشه که من خیلی انرژی میده. بریم که بالا بیاد ماینکرافت. اگه بالا اومد سلامت بفرستیم، ما طول میده. خب ببینید کاملا زمین صاف شده. فقط حیوونا موندن دیگه، گوسفند و مرغ و اینا موندن. حال میده برای قصد ساختن و اینجور چیزا و خودش حالت بی‌نهایته دیگه. نیاز نیست که برید تنظیم کنید و بازی رو بی‌نهایت کنید. هرچی دلتون بخواد اینجا میتونید برای خودتون بسازید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. برای پارت دوم داخل کامنت ها بهمون بگید. فعلا تا ویدیوی بعدی.